سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که همه شما خوب هستین، صحتمند هستین. خوام که بنانا برید تیار بکنم. نانی بنانگی برای ما در کره 113 گرم مارگارین، 200 گرم شکر، 2 دانه تخم، 2 کپ آرد، کم ترک نمک، قطعه 1 قاشق چر از رخلیت یا ساده اندازین یا از رخلیت اندازین یا خودتون ویپر میکنین. بعد 5 دانه بنانا 38 باشه، اینم خیلی 37 داشته باشه یا پول نیستی هم باشه بو با مزه تر میبیوید. و یا دانه اینم خیلی قلبک در کره ما کم ترک مارگارین ماندم دایی ازی مارگارین در گیردی خیلی اردن نمکر از رخلیت سخوی سمیسه یا جویا میکنیم. یکدن دو خوب کم گیران کردیم بویم تونه دوستا دی مارگارین میگیرم در اینمی میشکم همه جوشه پری مارگارین میکنم. نکاز میگیرم مارگارین میاندازم این در حالتی خانه مارگارین بابا شکر میاندازم. شکر میاندازم هر دوشه میکسر میکنم. این هر دوشه میکسر کردم. میگیرم 2 دانه تخمه میاندازم. من تخمه که انداختم با میکسر میکنم چونه یک بنانوی که انداختم می ویلکا کتی میده میکنم شونه. مارگارین قطعی شکر تخم که جای کده گیدم درنی همین میاندازم. قطعی بنانا باید جای میکنم هر دوشه. بعد اینم خیلی میدویم، اینم خیلی میشوم. انکه همشه میگیرم قطعی ارد باید جای میکنم. شما درنی ارد میاندازم. خیلی میگیرم خوشبو خیلی گره خوشبو کدام یک جوی کنیم که اردش نمونه و همه ارد همه محصولات ها یک جوی شود. میبرم میشه در 180 گرادوس سلسیوس 1 ساعت. نیم خیلی زوبا چیزکا کردیم میزنیم میبینی شکی کنی پختگه یا که نه. اینم خیلی توب توزه که برامده значит که پختگه. اینا دوستای عزیز بنانا بریدی ما تیار شده، یعنی که نونی بنانگی ما تیار شد خنک شده. میگیرم شد میبرم. رو پختگی مولای مکای دیلا بسته نیسته خوش رو اگر تیار کنید پشیمان نمیشین.